این دیوونه کننده دریافت $100,000 برای 7 و در آوردن استخوان دایناسور وای خدای من و کلی شغل دیگر رو نشونتون بدم. بعضی شغل با کمترین دستمزد ممکن که میتونستم پیدا کنم. گردنی طلا با $1 در سال. اما میخوای میلیونی در بیاریم. از لحاظ فنی نه. در واقع تا به گردانه طلا گلو میذارن داخل این روند و با تکانه زیاد همه طلاها الک میشه و میره پایین. اما اصلا آسون نیست چون بعد از 5 ساعت جستجو قطعاً پولدار نشده بودم. ای پسر طلا پیدا کردم. نه بابا این تیکه کوچیکه چقدر میارزه؟ این تقریبا 2 سنت منظور دقیقاً همینه. شما میتونین 1 سال تمام این کارو بکنین و $1 به دست بیارین. اما خوشبختانه ما قرار شغلی رو انجام بدیم که برامون بیش از $10 میلیون در سال درآمد دارن. اما اول بیایم ببینیم شغلی که $100,000 در سال درآمدش چطوریه. پیدا کردن استخوان دایناسورا برای موزه. آره اینا الکن چون همشون مردن. پس این یکی از اینا استخوانای واقعی دایناسورن. دقیقاً. من 17 سالی که اینجام. این به راحتی بزرگترین استخوانیه که توی سابقه کاریم در اینجا تا این استخوانی که اینجاست مال رونه و بیش از 120 سانت طولشه. برای مقایسه این دایناسور است کنار 6 تا کارل چیده شده روی هم. قدم 2 متره. قدش 1 متر هم نیست. اینا پرزای خیلی کوچیکن. چجوری انجامش میده؟ روحش هم خبر نداره داره شاید چیکار باورتون میکنه. نشه ولی خیلی تو این کار بی مصرف بودیم. مراقب باش. 5 ساعت وقت از ما گرفت تا یه پیشرفتی حاصل بشه. اما بازم با وجود ناشیایی مثل ما در کنار یه حرفه‌ای بازم به یه جایی رسیدیم. این بزرگترین استخونیه که تا به حال پیدا کردم. اون وقت گذاشتی که منو کار بهش دست بزن. دقیقاً. اگه خرابش میکردیم چی؟ جاش این چقدر وزن داره؟ احتمالاً 100 کیلو؟ این 1/10 وزن مامان نولانه. خیلی سنگین بود. از اونجایی که این استخوان خیلی باستانیه باید ازش قالب بگیریم تا نشکوندیمش چون ممکنه یکی واقعا بزنه نصفش کنه. بیاین امیدوار باشیم که از هم نمیپاشه. 1 2 3 آره به سمت اتوبان پسر. کارتون این اولین باریه عالیه. که انسان این استخوان بلند میکنه. یه مش یوتیوبر که دارن استخوان دایناسور جابجا میکنن. جلوی میز. 1 2 بلند کنید. مراقب باشید. باور کنین یا نه این استخوان دایناسور رسید به موزه. اما از اونجایی که موزه حوصله سر برن بیایم بریم سراغ شغل $200,000 آموزش فضانوردی توسط ناسا و اولین مأموریت من یاد گرفتن روندن ماهنورد واقعیه. این چیزیه که قرار روزی فرستاده بشه به ما. آره قرار روی سطح ما با این چرا جابجا دارن بشه. میزنن من برونمش؟ چطوری به این کار کنم؟ اون اهرامو بده جلو. الان؟ آره بده جلو. همینطوری خوبه پسر بیا. جیمی آفرین لطفاً بیا. نکشمون. من که ترسیدم. عالیه بیا. این فوق العاده است. بده جلو و بچرخ کن. راست و چپش مهم نیست. وای پر از ماشینه. این برای خیابون قانونیه؟ در حد همین اطراف آره خوبه. این فوق العاده است. الان داریم کجکی هنوز بیرونیم؟ نمیدونم چه جوری باید صافش کنم. از اونجایی که داشتم جوری میروندم که انگار مست بودم با اینها تونستم خودمو برسونم به محوطه آموزش ماهنوردی. جایی که آزمون اصلی قرار انجام بشه. خب الان داریم آفتاب کنیم. قراره بذاری که من از این تپا ببرمش پایین؟ کمربند داره این وسیله؟ یکی هست ولی ازش استفاده نمیکنه. یه کمربند دارن که ازش استفاده نمیکنن. خیلی کمک خیلی کننده شیبش بود. زیاده. وای امکان نداره واقعا داریم میتونه میریم اون کمربند پایین. داشته باشه؟ خدای داریم من کجکی از تپه میریم پایین. نگهش دار نگهش دستتو دار. برد تا ببینم واقعا من دارم میرونمش. خیلی خب پس من بلند میشم. آقا، این چه کاریه؟ اون کمربند رو بده هر چیزی هست بده. نه تو عمرن رو ماه دووم نمیاری. فکر کنم بتونم. برای آموزش بعدی ناسا به من تمام تجهیزات عظیم فضاییشون نشون داد. خدای من این دومین استخر بزرگ دنیاست که راستشو بخواین جوری بود که انگار داشتن صرفا پوز میدادن، مخصوصا وقتی که لباس فضانوردی همه فکر میکنن به محض اینکه لباس فضانوردی رو بپوشی رسما فضانورد فقط همین نبود. وقتی که تو فضا پیاده روی میکنی باید پوشک کنی. باید 12 ساعت این لباس تنت باشه. وای بگیر. واقعا شبیه پوشک بزرگسال واقعی عالی. خب مراقب باشین شبیه ساز فضاست. چند باری با شاتل به فضا رفته. پس فضانوردای واقعی اینو میپوشن. بله. اینم گرد باشه که فضانوردای قبلی توش لباس کارتو دستشویی کردی؟ کردن. تو این لباس نه. خب ماموریت بعدی کیه؟ سال دیگه این موقع چی کاره ای؟ میتونم صبر کنم. خوبه. و آخرین قدم برای آموزش دیوانه‌وارترین کاری بود که تا حالا انجام دادم. میخواستن به من اجازه بدن که ماهو لمس کنم. نه به سمت عقب خم شد چون اون 4 تن وزنشه. این در 4 تن وزن داره. عالیه.
این بزرگترین مجموعه از سنگ‌های ما برای نمایش تو واقعا کل نمیشه میذارن دنیا. این کارم بکنم. ما فقط یه کانال یوتیوبی ما. آره اینا واقعا مستقیم از ما اومدن. شانس این که بزنیم به سنگ جنسیس دست بزنم چقدره؟ دیروز ما یه فسیل دایناسور پیدا کردیم. منظورم اینه که من تو مسئله حرفه‌ای هستم. میتونم دست بزنم؟ نه. تلاشم کردم. اینی که اینجاست در واقع خاک ما. امکان نداره. الان داری به معنی واقعی کلمه ما باور رمز نکردنی. می‌کنی. پس اون دوله خاک ما داخل خودش داره و زمانی که برگشته باز نشده. خدا رو چه دیدی؟ ممکنه توش آدم فضایی باشه. پس میتونه اولینش از ماه باشه. سب کن. الان چه دیدی؟ چی بعد از گفت؟ اینکه فهمیدیم آدم فضایی کاملا واقعا، برای شغل بعدیمون رفتیم به استراتوسفر، جایی که کار و نولان خلبان میشن. من تا حالا هواپیما نروندم. ما فقط 2 تا پخمه ایم. به اولین روز از آموزش پرواز خوش اومد. شوخی نمیکنم، ولی بچه‌ها برای اینکه بتونن یه جور هواپیمای واقعی رو برونن فقط کافی یه بار توی یه شبیه ساز پرواز فرود بیان. خیلی خوب این گازه بکشیش عقب سرعت تو کم میکنه به همین سادگی. آها خدای من. بعد از اینکه نولان سقوط کرد خدای من. سقوط کرد و سقوط کرد، با هواپیما سقوط کردی؟ بالاخره یه فرود موفقیت آمیز انجام داد که به یه دلایل کلید پرواز یه هواپیمای واقعی رو بهش دادن. هی من این چی ترسیدم. من خواهش میکنم اگه نمیتونی اینو برونی محض رضای خدا همین الان بهشون بگو. خدای من قراره یه هواپیما برونم. وای خب خدا. آماده ای که بریم؟ جاله اینقدر آماده نبودم. با تمام سرعت. رسیدیم به 100 کیلومتر بر ساعت. یه مقدار لرزش داره اما الان یکم بکش عقب. بکش وای عقب. ما خدای داریم من بلند میشیم. زندگی برو تو که دستای رفتی. منه. داره به معنای واقعی کلمه اینو کنترل میکنه. همینطوره خودش به تنهایی. تلاطم تا حالا باعث سقوط نشده، درست میگم؟ چی بگم؟ منو داشته باشین، میخوام برم به راست. چرخیدم به راست. وای خدای من افقی شدیم. باورم نمیشه که این وسیله رو دارم کنترل میکنم. نگاه کنم بدون دست. بس کن. یا خدا. من میخوام بکشمت. تا یه دقیقه دیگه میریم اونجا بعدش برمیگردیم و فرود میه. وای خدا یادم نبود. اینم حرفیه، فرود اومدن همیشه من چالش دارم برایم. ارتفاعمو کم میکنم. سلامت روان منم داره کم این همون میشه. قسمتیه که هر بار توی شبیسا سقوط میکردیم. خدای من. وای. قراره اونجا درست روی باند فرود بشی. وای خدای من. حساب کن خیلی نزدیکیم نه؟ نوکشو وسط خدایا پایین بزرگ. نگه دار. آروم. دستت به گاز باشه، باید صبر کنی بعد بکشیش. فقط نفس بکش. نفس بکش. برو که رفتی. ما نشستیم. دقیقاً من یه پسر. هواپیما نشوندم. وای خدای من. اون گفت که نمیتونم ولی ما هنوز اینجاییم. نکشتیم. واقعا شگفت زده شدم وقتی فهمیدم شغلی که درآمد $1,000,000 در سال داره مدل دست بودنه، اما فقط در صورتی که یکی از پردرآمدترین مدل‌های دست تو دنیا باشی. اون 5 برابر بیشتر از حقوق یه دکتر در میاره، اونم در ازای اینکه مردم از دستاش عکس بگیرن و رزومه پروپیمونی هم داره. اون تقریبا هر برندی که اسمش رو شنیده باشی مدلش بوده. هر کدوم از دستاش $1,000,000 من در بیمه شده. خدمتم. پس برای شروع اون دستمون رو بررسی کرد. نمیدونستم امروز قرار روزی باشه که احساس ناامنی کنم. همین اول میتونم بگم که باید روی ناخونا کار بشه. موافقم. معلومه. این دستا مزخرفن. ببین چقدر اینجا مو داره. میتونم البته بابتش نسبت به حقوق دستای بیشتری کار. بگیرم؟ بافت پوستی این 2 نفر مسلماً بهتره. میتونی تغییرش بدی؟ نمیدونم میتونم معجزه کنم یا نه. هنوز دستای تو رو ندیدم جیمی. دستای من انگار میدرخشن. خیلی چرا دستات انگار برقن؟ نمیدونم ساختار انگشتم خوبه یا نه. آره خوبه، واقعا خیلی خوبن، اما بازم اینجا مشکل پینه و مشکل پوستی رو داریم. همه اینا قابل درست شدنه. دستمون نیاز به رسیدگی داشت. پس ما آمادهشون کردیم برای عکس برداری که برای من و کار خیلی راحت بود، اما برای لیزر نه زیاد. خدای من، از این همه مو میشه خالی درست کرد. این موها کل زندگی با هم بودن اما هر کاری لازمه بکن. حالا که دستای من دیگه حال به هم زن نیستن، ما قراره برای یه مجله واقعی مدل بشیم و این عکس‌ها جدا قرار برن روی بیلبورد، اونم در سراسر آمریکا، تا این ساعتو تبلیغ کنیم. آره خودشه. هیچ فشاری نباشه. خیلی خوب، به نظرم که ساعت راستش خوشگله. فکر می‌کردم که این قرار آسون باشه، اما واقعا ما افتضاح بودیم تو این کار. انگار ساعتو بستن به یه مار. پسر این خیلی سخته. میتونم تفاوتش رو وقتی که خودت انجام میدی ببینم؟ فوق‌العاده. چی؟ محصول بهتر به نظر میاد چون دستای تو به اندازه من نمیلرزه، اما مدل دست بودن فقط محدود به انداختن ساعت‌های عالی نمیشه. بعضی اوقات باید مدل چیزای عجیبی باشی. چرا داری من یه آقایی میلرزی؟ میبینم که یه مار گرفته دستش. نفس اون بکش یکی کار، دستتو نفس بذار بکش. اینجا. باید سرشو نگه داری. آره، حتما. آفرین. و آخرین چیزی که میخوام به این شلمشور با اضافه کنم ایمورتال AVM هست، اسپانسر این ویدیو. فقط اونجا نگهش دار. خیلی خوب، عالیه. حالا اون ساعت، مار و این بازیه. هی نگاش کن، بی‌نظیره. ایمورتال AVM یه جور بازی تیراندازی اول شخص جادویی که بازیکن شما یه جادوگره به اسم جک قصر دنیا رو نجات بده.
میتونه منو نجات بده؟ من میخوام یه بار دیگه نسخه ایکس باکس بازی رو تبلیغ کنی. این بار با یه امکان نداره. نه، ببین باید از اینجا نگهش داری. این برای حیوان خطری آره نداره. عالی، آفرین. بگی برو صحبت کن، در مورد بازی صحبت کن. 25 نوع طلسم متفاوت وجود داره و میتونید 80 نوع مهارت رو آزاد کنید تا کاراکترتون رو شخصی سازی کنید. کارل، به نظرت ایمورتال AVM از این عکس خوشش میاد؟ ایمورتال AVM این عکسو دوست داشته همینجوری باش. نگهش دار تا ما بریم بازیکن NFL بشیم. و عنوان آخرین شغل، کسایی که ایمورتال AVM رو ساختن کمک کردن به ساخت کمپین جایزه هیلو، کال آف دیوتی و دید اسپیس. ما عاشق این کمپینای ما. داره تکون میخوره. و جالبش اینه که اونا منو به عنوان یک غول در بازی قرار دادن و اگه تو بازی منو بکشین سکه بیشتری به دست میارین نسبت به هر غول مرحله دیگه. حواسم بهت هست. حواسم، فقط نگاه نکن. ایمورتال AVM به صورت رایگان روی ایکس باکس و پلی استیشن 5 در دسترسه و یه دموی رایگان روی استیم ازش در دستم حسش دسترسه. میکنم زیر دستمه. انقدر کارمون بد بود که مدل واقعی مجبور شد جلو بیاد تا مطمئن بشیم که اسپانسر عکس رو قبول میکنه. من میخوام به عنوان مدل دست بازنشسته بشم. با اینکه عکسمون عالی نبود، با این حال فرستادیمشون روی بیلبورد در سراسر کشور. اما بالاخره نوبت شغلی که 10 میلیون دلار در سال درآمد داره. همینطوره من قراره که به معنی واقعی کلمه برم به لیگ فوتبال. این به معنای واقعی کلمه رویای من. همه اینا الکی من اینجام تا یه قرارداد واقعی امضا کنم و عضو باکینیارز بشم به ارزش 10 میلیون دلار. شاید توش نوشته باشه ما قرار نیست پرداختش کنیم، اما میزانش فقط به به دلار. میزان دلارش فکر کن. حالا رسمی شد، تبریک میگم. پس برای 48 ساعت آینده من رسما یه بازیکن هستم. تو رسما یه بازی کنه. قول میدم ناامیدتون نکنم. قول میدم ناامیدتون میکنه. طبق قرارداد من قرار به همراه تیم روی زمین مقابل 60,000 طرفدار بدوم. قدم اول تمرین بدنسازی. ممکنه خیلی سبک باشه. بیا بیشترش کنیم، بیا بیشترش فکر کنیم. نمی‌کنم خودشه. که اصلا 10 میلیون رو بهم ببین بدن. شما به زحمت افتاده. کاری نداره. آره آفرین. آره پسش بر اومدی. فهمیدم چرا همه سر داد میزنن وقتی بازیکن میتونی NFL بذاریش روی میشه. همون وزنی که قوی ترین بازیکن تیمتون میذاره میذاره؟ فقط یه دونه بزنم. شماره 12 اینقدر میزنه یا خدا. اون یه انسان عادی نیست. اصلا دلم نمیخواد اون بخوره. یکی دیگه خودشه. آره. چرا NFL انقدر سخته؟ این در مقابل تمرین روزمرهشون چجوریه؟ ناامید کننده. امیدوارم حس سبکی کلم از بین بره. اشادت میکنیم. بعدش شما اولین تمرین من در کمپ تمرین تامپا بی بوکانیرز بود. پس مشخصه که من مربیمو ملاقات سلام کردم. آقای بیسان، مربی خوبم. تیمیای چطوری؟ جدیده. از دیدنت خوشبختم. من شکستم. بچه‌ها عاشقتم. واقعا؟ خودم عاشق ویدیوهاتم. همینطورم آب نباتا و آدمسای تیمیام من کار. باور نمیکنه که من واقعا با یه تیم قرارداد امضا کردم. پس قراردادمو نشون دادم تا باورشون بشه. این همونیه که شما هم امضا کردین، ها؟ همونه. تو پول بیشتری از من در میاری. من اینقدر نمیگیرم. ولی اگه دقیق بخونی نمیشه تو 48 ساعت منقضی میشه. ما هم می‌خوایم منقضیش کنیم. در اصل صورت خیلی حواست به پرانتزا هست. هی تو رسمی شدی. خوش اومدی به تیمی تیم. باید جدیدم سخت اینجا کار کنی ها. این افراد باعث میشن ما شبیه بچه‌ها به نظر بیایم. خیلی گندن. تفاوت اندازه رو نگاه کنین. راستش بخوای من تا حالا فوتبال بازی نکردم. پس منو به عنوان شوستن قرار دادن که تو اونم افتضاح بودم. آقای بیست ما اینجا بهت نیاز داریم. باید برای فردا آماده من بشی. کوارتر بک بازی میکنم، اما تا حالا کوارتر بک هم بازی نکرده بودم. بعد صرفاً بالاترین ارتفاعی که میتونستن توپو پرتاب کردم. واه تاشتان شد. ای تبه چه تیمی که خبر؟ من بهش پیوستم همون تیمیه که تام بریدی باش برنده سوپر بول شد. پس گفتم حال میده که سورپرایزش کنم. گرفتم. سلام جیمی. نزدیک بود توپ بخوره تو سلام کلم. تیمی، سلام چطوری بچه‌ها. چه خبره حالتون داشت؟ چطوره؟ خوبی؟ داشتمی. یه رفیق اینجا دارم که ممکن از خوشحالی ببینه اگه بهش سلام کنی. نمیتونی این کارو با هم بکنی. نمیتونی این کارو با هم بکنی. هی لنان، خیلی دوست دارم. بعد از اون تمرین تبدیل به مسخره بازی شد. مرد کوچک گرفتمش. خیلی کوچولویی. برگه سر فیلم مردی. باشه بچه‌ها میبینمتون. بعضی هنوز در مورد قرارداد 2 روزه من سوال داشتن. پس برای همین باکا برای من یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دادن. واضحه که ما بازی مهمی و پیش رو داریم، پس فقط سوالای خیلی این جدی مسخره جواب بازی بده. چیه؟ اصلا چرا تا اینجایی؟ بهترین ویدیو ممکن رو بسازی. آره این یه مسخره بازیه. قطعا من بازیکن NFL نیستم. جیمی چه حسی داری که توی تیم تازه راستش باشی؟ بخواین خیلی عالیه. اونا هم بیشتر از انتظارم تحویل گرفتن. چقدر زمان بازی بهت داده میشه؟ هیچی. و بعد از توضیح دوباره که این صرفا مسخره بازی رفتم تا اندازه‌ام گرفته بشه. 195 سانت. 195 کار تو 2 متر بودی. آره من درستم. آره فقط 161 این سانت. اندازه خیلی مهمه چون که وسایل و لباسم باید دقیق اندازه باشن. این واقعا خیلی باحاله. برو حالا بریم. که لباسم پوشیدن نوبت بازی رسمی. هنوز نمیدونم چرا دارم میذارم این کارو بکنم، اما ممنون از باکا. تعجب نکردین که گذاشتم من به تیم بپیوندم؟ این اولین توپیه که من امضاش کردم. جیمی هر لحظه ممکن از اونجا بیاد بیرون. میگن که بعد از 100 تا بازی خوب میشه. یه لطفی به ما کن و بهترین بازی تو انجام بده.
این احتمالاً اولین و آخرین بازیش باشه. قطعا آخرینه. آره. چطور همچین چیزی میشه؟ آتش توپخانه ها. این فوق العاده است. از اونجایی که این تنها بازی NFL است که میتونم تو عمرم بازی کنم، تیم اجازه داد که من جلوتر از همه از تونل بیام بیرون. بزنیم بریم بچه‌ها. این بهترین روز زندگیته؟ این بهترین روز زندگی به جیمی. یه بازیکنان دارن از همون رد میشن. جیمی بازیکن NFL شده. یا خدا. چطوری؟ ناامیدتون نمی‌کنم بچه‌ها، هر چقدر که ممکنه اصلا بازی به هرگز جنبه این یکی رو ندارم. نگاه کن. مرکز بیاید فوتبال بازی کنیم. آره. دم با کنیرز گرم که گذاشتن من یه بازیکن رسمی NFL بشم. راستش خیلی خوب شد که من بازی نکردم، چون اگه میزدن بهم الان من مرده بودم و فکر می‌کردم که همه چیز همینه، فقط تا اینکه فالکونا توی توییتر مسخره‌ام کردن.